خب امروز میخوام براتون این فیات پاندا معرفی کنم. فیات پاندا یه ماشین ایدئال برای خانواده های کوچیک، یه صندوق عقب کوچیک داره همونجوری که میبینین. صندلی عقبش جای زیادی نداره، صندلی جلو با یه موتور 1.2 لیتری، قیمت 12 حدود 10 تا 12,000 یورو، مدل 2019 این مدل ماشین و رنگ قهوه‌ای خوشگل، پروژکتور و یه قابلیت قشنگی که داره، چهارچرخه. این هم رخشه، پروژکتوراشو میبینین، چراغ. ترمز دستی باحالی داره و نگه دارنده موبایل دیگه. بهتون گفتم که موتور 1.2 لیتری با قدرت اسب بخار 69 با تنفس طبیعی. Für alle zwischen 1 und 90 und am Ende kommt ja mal genau das hier.